شکایت شوهر عالی انصاری بعد از ازدواجش با حسام فرزان. شوهر اول عالی انصاری کی بوده است؟ عالی انصاری چرا با حسام فرزان رفتار عاشقانه‌اش را ادامه داده است؟ آیا با واقعیت عالی انصاری با حسام فرزان ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری، هنرمند خوش صدای افغان که این روزها نامش در میان مردم افغانستان و تاجیکستان آوازه شده است. عالی انصاری کارهای هنریش را بعد از سال 2015 و جدا شدن از همسر اولش در افغانستان با اجرای کنسرت محلی آغاز کرد. عالی از کنسرت‌های مختلفی در افغانستان برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. حمایت و تشویق فراوانی از طرف مردم افغانستان میشد. انصاری در یک خانواده هنری دیده به جهان گشود، ولی به خاطر مخالفت‌های همسر اولش نمیتوانست و هنر موسیقیش ادامه بدهد. اکنون عالی انصاری تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که با حسام فرزان هنرمند جوان کشور ازدواج کرده است و به همین خاطر همسر سابق عالی انصاری در صفحات مجازی شکایت‌های از وی کرده است، ولی تاکنون معلوم نیست این شکایاتی که در صفحات مجازی به نام‌های مختلف نشر شده است آیا همسر اول عالی انصاری بوده است و یا یکی از منتقدان وی. ولی کارهای هنریش با حسام فرزان همیشه باعث دردسر برای هر دوی این دو هنرمند شده است، ولی هر کس خودش می‌داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای عالی انصاری، حسام فرزان و تمامی جوانان کشور خود تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.